سلام و درود به همه شما. اینجا کانال شما، کانال پناه تیوب. جهت شنیدن داستان‌ها و روایت با محوریت شیطان و زندگی انسان با ما همراه باشید. برای حمایت از کانال ما رو لایک و سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید. شیخ صدوق رحمت الله علیه روایت کرده که روزی معاذ بن جبل گریان به خدمت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم آمد و سلام کرد. حضرت جواب سلام او را پاسخ دادند و فرمودند: یا معاذ، سبب گریه تو چیست؟ گفت: یا رسول الله، بر درب مسجد جوان پاکیزه خوش صورتی ایستاده و بر جوانی خود گریه می کند، مانند زنی که فرزندش مرده باشد و اصرار دارد و میخواهد به خدمت شما بیاید. حضرت فرمود که بیاورش. معاذ رفت و آن جوان را آورد. جوان سلام کرد. حضرت جواب فرمود و پرسید: چرا گریه میکنی؟ گفت: چگونه نگریم و حالان که بسیار گناه کردم. اگر حق تعالی به بعضی از آنها مؤاخذه ام نماید، مرا به جهنم خواهد برد و گمان من این است که مرا مؤاخذه خواهد کرد و حتما به جهنم خواهم رفت و مرا نخواهد آمرزید. حضرت فرمود: مگر به خدا شرک آورده ای؟ گفت: پناه میبرم به خدا از اینکه به او مشرک شده باشم. فرمود: مگر کسی را به ناحق کشته ای؟ گفت: نه. حضرت فرمود که خدا گناهانت را میامرزد اگر در عظمت مانند کوه ها باشد. گفت: گناهان من از کوه ها عظیم تر است. فرمود: خدا گناهانت را میامرزد اگرچه مثل زمین های هفتگانه و دریاها و درختان و آنچه از مخلوقات خدا که در زمین بوده باشد. گفت: از آنها نیز بزرگتر است. فرمود: خدا گناهانت را میامرزد اگرچه مثل آسمان ها و ستارگان و مثل عرش و کرسی باشد. گفت: از آنها نیز بزرگتر است. حضرت با تعجب به سوی او نگاه کرد و فرمود: ای جوان، گناهان تو عظیم‌تر است یا پروردگار تو؟ آن جوان به روی زمین افتاد و گفت: منزه است پروردگار من، هیچ چیز از پروردگار من عظیم‌تر نیست و او از همه چیز بزرگوارتر است. حضرت فرمود: مگر کسی گناهان عظیم را به غیر از پروردگار عظیم میتواند بیامرزد؟ جوان گفت که نه والله نه یا رسول الله و ساکت شد. حضرت فرمود: ای جوان، یکی از گناهان خود را نمیخواهی بگویی؟ جوان گفت: 7 سال بود که قبرها را میشکافتم و کفن مرده ها را میدزدیدم تا اینکه دختری از انصار مرد و او را دفن کردند. چون شب شد رفتم و قبر او را شکافتم و او را بیرون آوردم و کفنش را برداشتم و او را عریان در کنار قبر گذاشتم و برگشتم. در این حال شیطان مرا وسوسه کرد و او را در نظر من زینت داد و گفت: آیا سفیدی بدن و فربهی رانش را ندیدی؟ و مرا آنچنان وسوسه کرد تا برگشتم و با او کاری را که نباید انجام میدادم انجام دادم و او را به همان حال گذاشتم و برگشتم. ناگاه صدایی از پشت سر خود شنیدم که می گفت: ای جوان، وای بر تو از حاکم روز قیامت، روزی که من و تو به مخاصمه نزد او بایستیم که مرا چنین عریان در میان مردگان گذاشتی و از قبر بیرون آوردی و کفنم را دزدیدی و مرا گذاشتی که با جنابت محشور شوم. پس وای بر جوانی تو از آتش جهنم. جوان گفت که من با این اعمال هرگز بوی بهشت را استشمام نخواهم کرد. حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و سلم که دارای علم عصمت و مقام عصمت بودند، از روی دلسوزی برای آخرت آن جوان که ترس او را زیاد کنند تا از روی جد به درگاه حق تعالی برود و از خلقت امید کند تا حق تعالی توبه او را قبول فرماید، با او گفت: دور شو ای فاسق که میترسم به آتش تو بسوزم، چه بسیار به جهنم نزدیکی. لذا حضرت رسول در دل آرامشی یافت از این باب که او برای توبه به درگاه پروردگار با جد و استقامت بیشتر رفتار کند. جوان به بازار مدینه آمد و مقداری غذا خرید و به یکی از کوههای مدینه رفت و مشغول عبادت شد و دستهایش را به گردن بست و فریاد میکرد: یا رب هذا عبدک بهلول
بین یدی که مغلول. میگفت ای پروردگار من، اینک بنده توست بهلول که در خدمت تو ایستاده و دستانش را در گردن خود قل کرده است. پروردگارا تو مرا میشناسی و گناهان مرا میدانی. خداوندا پروردگارا پشیمان شدم و به نزد پیغمبرت رفتم و اظهار توبه کردم. مرا دور کرد و ترس مرا زیاد کرد. پس سوال میکنم از تو به حق نامهای بزرگوارت و به جلال و عظمت پادشاهیت که مرا ناامید نگردانی و دعای مرا باطل نسازی و مرا از رحمت خود مایوس نکنی. در اخبار است که تا 40 شبانه روز این را میگفت و میگریست و در رندگان و حیوانات بر او میگریستند. چون 40 روز تمام شد دست به آسمان بلند کرد و گفت خداوندا حاجت مرا چه کردی؟ اگر دعای مرا مستجاب گردانیده ای و گناه مرا آمرزیده ای به پیغمبرت وحی فرما که من بدانم، و اگر دعای من مستجاب نشده و آمرزیده نشدم و میخواهی مرا عقاب کنی پس آتشی بفرست که مرا بسوزاند، یا به عقوبتی مرا در دنیا مبتلا کن و از رسوایی روز قیامت خلاصم کن. پس خداوند عالمیان این آیه را برای قبول توبه او فرستاد. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون اولئک جزاهم مغفرة من ربهم و جنات تجری من تحتها النهار خالدین فیها و نعم اجر العاملین. نیکان آنهایی هستند که هرگاه ناشایسته ای از ایشان سرزند و ظلمی به نفس خیش کنند خدا را به یاد آورند و از گناه خود به درگاه خدا توبه و استغفار کنند و جز خدا هیچ کس نمیتواند گناه خلق را بیامرزد. و آنها هستند که در کار زشتی که انجام دادند اصرار نمی‌ورزند چون خود به زشتی معصیت آگاهند. آنها هستند که پاداش اعمالشان آمرزش پروردگار است و باغ‌هایی که از زیر درختان آنها نهرهای جاری است و همیشه در آن بهشت‌ها متنعم خواهند بود و چه نیکوست پاداش نیکوکاران عالم. چون این آیه نازل شد حضرت بیرون آمدند و آیه را می‌خواندند و تبسم می‌فرمودند و احوال بهلول را می‌پرسیدند. معاذ گفت یا رسول الله شنیدم که در فلان موضع است. حضرت با اصحاب راهیان کوه شدند و بالا رفتند. دیدند که آن جوان در میان دو سنگ دستها را بر گردن بسته و صورتش از حرارت آفتاب سیاه شده و مژگان چشمش از اشک بسیار ریخته و میگوید ای خداوند من، مرا به صورت نیکو خلق فرمودی. کاش میدانستم که نسبت به من چه اراده ای داری. آیا مرا در آتش خواهی سوزاند یا در جوار خود در بهشت ساکن خواهی ساخت؟ خدایا احسان نسبت به من بسیار کردی و حق نعمت بسیار بر من داری. دریغا اگر میدانستم که آخر امر من چه خواهد بود، آیا مرا به عزت به بهشت خواهی برد یا به ذلت به جهنم خواهی فرستاد؟ الها گناه من از آسمان ها و زمین و کرسی و عرش بزرگتر است. چه میشد اگر میدانستم که گناه مرا خواهی آمرزید یا در قیامت مرا رسوا خواهی کرد؟ از این باب سخن میگفت و میگریست و خاک بر سر میریخت و حیوانات و درندگان دورش حلقه زده بودند و مرغان آسمان بر سرش صف کشیده بودند و با او گویی گریه می کردند. پس حضرت به نزدیک او رفت و دستش را از گردنش گشود و خاک را با دست مبارکش از سرش پاک کرد و فرمود بشارت با تو را که آزاد شده خدا از آتش جهنمی. سپس به صحابه فرمودند که ترک گناهان بکنید، چنانچه بهلول کرد و آیه را بر او خواند و او را به بهشت بشارت فرمود.